اصلا ما باید مسلمانو پیشای کشتن مرغ مثال گو بعد ما بسم الله الرحمن الرحیم بگیم الله اکبر بگیم بعد کلر ببریم او با طرز کشتن داره. اگر این مسلمان این ما اگر کو قصدن اگر این گوای بوزای گوسپندی باشه اگر ما اگر برم ذبحش کنم قصدن بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر نگم امور ما بکشم اگر کو نگفته میره قصدن کنم همو هم حرام میشه و اگر شما کشتم خودی قربانی را که آدم میکشه آدابش است در پیش روی حیوان کارت تیز نکن پیش تیز کرده باشه در پالوی چپ بخوان رویش طرف قبله کو طرف شمال که گلونش بکنی رویش طرف قبله میشه با پالوی چپ میخوانی پایت در سرش میمانی بعد از قاقرتش پیش میگیری به دست راست ذبح میکنی و بسم الله الله اکبر. پیغمبر علیه الصلوة والسلام که قربانی نمیگفت اللهم منک ولک یا الله ای است توفیق تو است که من این قربانی را میکنم و برای تو است خالص.